سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم پارت 2 ساخت قلعه رو در ماینکرافت بذاریم. دوستان ببینید زامبی الان اومده دهنمون سرویس کنه. خب دوستان ببینید ما ویدیوی قبلی این همه رو صاف و سوف کرد و دهنمون سرویس شد. انصافا حمایتاتون خوب نبود. با لطفا یه لایکی سابی یه لایک و ساب کنید، کامنت انگلیسی بدید که سابتون بپره و حالا ما اومدیم پارت 2. همونجوری که در ویدیو قبلی گفتیم که در پارت 2 میایم یه کار میکنیم، میایم این یه تیکه رو مثل اون یه تیکه صاف و سوف کنیم. ببینید من اینجا خودم دیواراشو زدم، خب دیواراشو کشیدم، الان دیواراشم سرشو همش سبزه. میمونه یه چیزی، اینا رو من میگم خراب کنیم. تا به نظر اینا رو خراب کنیم همینجوری بذاریم زیر درتا بمونه، همین بذاریم زیر درتا بمونه، ولی کشاورزی بریم گندما رو برداریم تو گندما هسته. ما باید یه کاری کنیم، ما اول باید بریم این لایه رو کلا مثل لایه‌های قبلی کنیم و توشونو پر کنیم و بعد بریم اول از جزایر اطراف یه گونی درت پر از درت جمع کنیم و آره دیگه دهنم خودمون رو سرویس کنیم. اون ویدیو قبلی یه روز طول کشید، یه صبح تا شب نشستیم، یه روز کامل، یه 24. بریم از گندما رو از کشاورزی برداریم. Let's do this baby. برو من خودم هم دارم، من قسط کننده مشهوری هستم. خداحافظ کشاورزی قشنگه. ایده ترول اسکلیتی بزنیم. این مرغه رو برداریم تا ببریم خونه، ببریم مام کنگه بریم خونه. ماملک دارم رو پایی میزنم ماملک دارم قیچی برگرده میزنم عزیزم. خب این کجا شد؟ برای چی خوشتش بازم ببرم خونه؟ خب عالی. من از عقده ای نیستم. خب بریم. خب و دیگه چی خراب کنیم؟ همین دیگه، اون قایقانی رو ولش کنیم، حالا حوصله ندارم تا یه کار خیلی ایزی و راحت بدون اینکه دهن خودم رو سرویس کنیم. This is Elon Musk. تو این چسته وصله داشته میشه. بداش بسوز و بفروش. عربا وقتی میبینن اصل خلیج فارس، اگه فارسی میگه خلیج عربی، یه جاشون داره میسوزه. کشیم گرفت این شیشه هم که بمونه برا مارای زیر زمین، مارچ کرمای زیر زمین و ناکن اسکلو نکن عقب میده. خب دوستان ما اینجا رو کات میزنیم و خواهان جر خوردن ما نباشیم، ما نخواد جر خوردن ما رو ببینیم. ما میریم یه گونی درت جمع میکنیم. راست فکر کنم یه چست کاملیه برای دهنمون سرویس چه. همین فقط شما اینو بدونید، لایک کنید، جیان هر کی دوست دارید لایک کنید. ما یه راست میریم سر اینکه صاف و صوف شد تمام شد میاریم، یعنی جمع کردن وسایل نمیذاریم، یه راست میذاریم تمام شد بره. پارت بعدی برجک ها رو فکر کنم بسازیم. پارت بعدیش هم دیوارا و دیگه ساخت قلعه توش 2-3 تا خونه، چند تا خونه بسازیم، خونه ویلیجر بسازیم، بریم ویلیجر بیاریم. این کلا 6-5 تا پارت داره. این ویدیو 4-5 تا پارت. ببینید ما الان ویلیجر از کجا بیاریم؟ وای بعد بریم هزاران بلاک اونورتر بریم ویلیجر بیاریم. یعنی به نظر پیدا میکنیم ویلیجر؟ فکر نکنم. بریم ببینیم چی میشه. خب دوستان ما اینجا رو کات میزنیم.
خب بچه ها عزیزان، درود به همتون. دوستان دقت کنید، دقت کنید بچه ها. ما کارمون تموم شد. اینا هم وسایل کشاورزی تا آویز سورپرایز رو بریم نشون بدیم. آماده اید بچه ها؟ اینا نگاه کن فقط. صاف ببین صاف، از فلت ورد ماینکرافت هم صاف تر. آجی نگاه، آجی دهنه. ببین لایک نکن. ببین ما چند روز منتظر موندیم که این گلس ها همشو سبز شد، همشو رشد کرد، سبز شد و میخواستم اینو نگم، ولی دهنمون جر خود سرویس شدیم. ببین حسابا لایک کنید دیگه اگه خوشتون اومد. ببینید این بغل کامل، ببینید ما اینا رو کاملا پر درست کردیم. نکن همش پر. اینا نگه تو خالی درست کردیم. این ور الان کامله، اون ورم کامله. قراره بعداً قلعه بساز. پارت بعدی یعنی پارت سوم قلعه رو بسازیم. دوستان لطفا لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید یا دنبالمون کنید، زنگوله نوتیفیکیشن آن کنید، یه کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نریزه و بدرود.